خب سلام عزیزانم، بچه های من. سلام. حالا میخوام یه دونه دیگه از خاطراتمو بگم که دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. وقتی بهتون میگم پیدا میشه پیدا میشه. اینم در مورد خودمه، ولی خب خیلی از اینا اینقدر زیاده. ببینید من میگم از حدود 15 یا 17 سال اگه بخوام دروغ نگم به طور متوسط شاید هفته‌ای یه دونه یا دوتا رو من بهم زنگ زدن. حالا آدماشم بگم چجوری بودن و کجا بودن، همینجوری هر کدوم که مثلا من یه چیزی براشون پیدا کردم شمارمو به هم دیگه دادن. خیلی جریانه. حالا من یکی که یادم میاد براتون میگم. الان مال خودم یادم یه دفعه یه انگشتر طلا بود، گم شد و من هر جا گشتم پیدا نشد. و بعد دیدم آره تو این چیزه نوشته که عددا که میدم میگه که توی محل پا افزارها، فکر کنم آره، پا افزارها رو بگردین نهایتا هم پیدا میشه. پا افزارها منظور این که مثلا یه چیزایی که ایستاده است، گنجه و پا افزارها اینجا هم چه جایی. بعد منم اینا منظور اینه که مثلا مثل کابینت، کتابخونه، این همچین چیزایی میگه دیگه پا افزار. ما هرچی خونه رو خلاصه گشتیم این بر بگرد اون بر، نه دوباره بعد مثلا یه 5-6 ماه باز دوباره دیدم همین عدد عوض میشه، باز مینویسه نمیدونم طرف جنوب غربی نمیدونم فلان محل پا افزارها. این میاد این میاد دیگه. ناامید شدم ولش کردم. تا اینکه زده خونمون رو میخواستیم بنایی کنیم و یه تغییراتی بدیم. میکنم 1-2 سال گذشت که توی آشپزخونه من بنا و کارگر بودن. کابینت ها رو کشیدن این طرف که زیرشو موزاییکا رو بکنن، موزاییک رو عوض کنن اینا. یا کارگره دیدم که یه دونه حلقه دستشه یا چیز به زنگ گوشتن و یه لجن و اینا، خیلی کثیف بود. من فکر کردم مثلا یه تیکه لوله آبی چیزیه. داشت با دستش پاک میکرد. گفت که منو صدا زد که خانم. گفتم چیه؟ گفت بیا نگاه کن، این فکر کنم انگشتر چیزیه، شما انگشتر گم کرده بودی فلان. گفتم کو ببینم. یه دفعه یادم افتاد نگاه کردم، بهم داد، ازش گرفتم و زیر آب شستم، این کارو کردم. بعد دیدم بله انگشترمه پیدا شد. کجا بود؟ زیر محل پا افزارها. پا افزارها میگم یه جایی که مثلا همین چیزای ایستاده دیگه، مثل کمد، کابینت، نمیدونم جا لباسه ایستاده، این چیزا میشه. بعد نشونم داد، نگاه کردم دیدم پایه کابینت اگر نگاه کرده باشه پایه کابینت بعضیاشون اینطوری همچین مثلثی داره. گفت تو این گوشه اینجا بود. چون من همه این کابینتم اون زیر میرارم همه گشته بودم، آب ریخت دادم، جارو برقی نگوین رفته این گوشه که نبشیه چی میگن، یه 3 گوشیه اونجا مونده بود. بعد حالا دورش آشغال گرفته بود و من هی آب ریختم رفته بود خاک و آشغال اینا. این همونجا ثابت مونده بود تا وقتی که بنایی کردیم کارگره برای من پیدا کرد. بعد خب برای من که بد نشد، بالاخره پیدا شد. میگم طلا و اینا اگه پیدا شه، اگه دیرم پیدا شه اشکال نداره. خب آدم خوشحاله که بالاخره پیدا شده دیگه. مهم اینه که پیدا شه دیگه. میخواستم بگم وقتی میگم دیر و زود، سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره. مثل یکی انگشتر من خیلی اینطوری شده، خیلی که بعد از مثلا چقدر وقت گذشته تازه زنگ زدن اینا رو خیلی خوشحال که اینم پیدا شده. حالا یه چیزی که گم شده دارم، نمیدونم شمارتون رو دادم به فلانی یا شمارتون رو دادم به فلانی و همینجوری شماره ها پخش شده. شماره من پخش شده و تا حتی میگم از خارج و این برون بر بعضی وقت یا مثلا 1-2 بار یا آقای از امریکا زنگ میزد. خجالت میکشه از آمریکا زنگ زده که آره خانم من نمیدونم دوست فلانی اینا. بعد میگفتم دیگه نمیذاشتم که حالا 2 ساعت بخواد توضیح بده اینا. میگفتم باشه ببینم چیزی گم کردین یا پیدا کردین. میخندید میگفت نه بابا گم کردم. خب شما
این کارو کن، چشاتو ببند و 3 عدد اینا. بعد مثلا یکی دو ما دیگه زنگ میزد تشکر میکرد، حالا زحمت دادم و میشه یه زحمت دیگه هم بدم و حالا چجوری جبران کنم از این حرفا که گفتم مهم نیست، جبرانش هم اینه که به من خبر دادی. خلاصه از این چیزا خیلی این خاطرات براتون هر شب یکی دوتا میگم. به جز اینا یه تجربیات دیگه هم دارم که اونا هم به دردتون میخوره. من هیچ کسی نیستم که بخوام برای شما چی بگم، برای شما وقت شما رو بگیرم و حرفایی که به دردتون نخوره بزنم، ولی شاید یه جاهایی به نظرم به درد میخوره، استفاده کنید، بد نیست. خوشحال شدم، خیلی ممنون وقت میذارین میبینین. فداتون بشم. خورما خوردین قاطعه یادتون نره. اگه خوشتون اومد ویدیوی منم لایک کنید، سابسکرایب، زنگوله، لایک. شبتون بخیر، خدا نگهدار.